مقامات ارمنستان شهروند 46 ساله تاجیکستان اسام‌الدین رجبوف را که با درخواست دوشنبه در مرز این کشور دستگیر شده بود رها کردند. و از گرجستان به ارمنستان می آمد. اسام‌الدین رجبوف روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا نیت دارد با یاری سازمان‌های حامی حقوق به کشوری سیوم برود. در ارمنستان به او گفتند که در تاجیکستان به تندگرایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی متهم است. 2 روز پیش مرا بازداشت کرده گفتند به تندگرایی گمانبر هستی و در پیگرد قرار داری. هیچ امید نداشتم که آزاد میکنن. در بازداشتگاه معامله خوب داشتن. دیرتر گفتن که تو آزاد هستی و به هر کجای میخوای انتخاب کن و زندگی کن، گفت اسام‌الدین رجبوف. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که اسام‌الدین رجبوف در شبکه اجتماعی فیسبوک با امضای مستعار مطلب‌های تنقیدی نشر کرده است. رجبوف از سال 2009 تا سال 2012 در دسته زودعمل تعیینات مخصوص یا آمان وزارت کار داخلی تاجیکستان خدمت کرده، سپس به روسیه و از آنجا به ترکیه و گرجستان رفته است. در یک سال اخیر دست کم 5 شهروند تاجیکستان در مرز ارمنستان بازداشت و تاکنون 3 نفر آنها رها کرده شدند.